آقای عزیز غفاری و همایون اردلان به عنوان جاسوسان جمهوری اسلامی در این ترور نام میبره که از عزیز غفاری به عنوان کادر حرفه‌ای اون دستگاه حرف میزنه و از آقای همایون اردلان به نام آدمی که از سر سادگی رفته اطلاعات داده صحبت میکنه. آقای عزیز غفاری گفتم در ایرانه. ممنونم آقای مهندس پرویز دستمالچی. بفرمایید که در این فیلم ترور در برلین آیا با شما هم مصاحبه کردن به عنوان یکی از نجات یافتگان ماجرای میکونوس؟ بله، ببینید فیلم در واقع راوی اصلی فیلم من هستم که ماجرا را، چون من جز کسانی هستم که از ابتدای مسئله، یعنی اگر ابتدای مسئله رو دعوت ما به رستوران و رفتن به رستوران بدونیم تا پایان ماجرا، یعنی خود اون شب ترور، مسئله تحقیقاتی که انجام گرفت و تا پایان رأی رو که اعلام شد، خب من در این جریانات بودم، از نزدیک شاهد بودم. به اضافه این که من 4 جلد کتاب به زبان فارسی در مورد ترور میکونوس منتشر کردم. به اضافه این که در کمیته‌ای رو که ما در اینجا در برلین، یک کمیته ضد ترور بعد از ترور برلین تشکیل دادیم، در اونجا هم به کمک من 6 جلد اسناد مربوط به ترورهای جمهوری اسلامی و از جمله ترور برلین به زبان آلمانی ما منتشر کردیم. در نتیجه خب طبیعی هم هست این فیلم راویش من هستم، این که این ماجرا رو توضیح میده و من برای اولین بارم در این فیلم چیزهایی رو بیان کردم که جایی بیان نکرده بودم. برای همین هستش که یه زوایای تاریکی هم که وجود داشت از اون جنبه روشن‌تر شد، ولی افراد دیگری هستن. به هر حال نقش آقای بنی‌صدر هست، نقش آقای مصباحی هست، با دختر نوری دهگردی مصاحبه بسیار انجام گرفته که در برلین یکی از کشته شدگان بود و با همین آقای ویلهلم دیتل آلمانی که 11 سال برای دستگاه اطلاعاتی آلمان کار میکرده مصاحبه شده و غیره. به هر حال میدونید 18 سال از مسئله از ترور برلین میگذره و خود آقای آرمان نجم که کارگردان فیلم هستن در توضیح رو که در این رابطه میدن اشاره دارن به این مسئله که یکی از دلایل و انگیزه های ایشون در رابطه با ساختن این فیلم این استش که ایرانیان دارای حافظه ضعیفی هستند، زود فراموش میکنن، میبایستی این جنایت ها رو به این صورت مستند حفظ کرد، در خاطره آورد، زنده نگه داشت و از این طریق بتوان یک وجدان آگاه و بیدار در جامعه ایجاد کرد تا کسانی که دست به قتل زدن و میزنن به راحتی نتوانند دست به قتل بزنن و از راه ایجاد این وجدان آگاه و بیدار شاید بتوان جلوی قتل‌های بعدی رو گرفت یا کمش کرد حداقل. آقای مهندس، این 4 تنی که از رهبران جمهوری اسلامی در دادگاه متهم شدن به آمریت این جنایت میکونوس، اینها بعد از 18 سال هرگز از ایران خارج شدن؟ ببینید من فکر نمی کنم که آقای خامنه‌ای و یا آقای رفسنجانی از ایران خارج شده باشن، ولی این که آقای علی ولایتی و آقای علی فلاحیان از ایران خارج شدن حدس میزنم خارج شدن. خب در رابطه با آقای ولایتی و یا آقای رفسنجانی از طرف دادگاه میکونوس حکم دستگیری صادر نشد، ولی برای آقای فلاحیان حکم دستگیری صادر شده و قاعدتاً پلیس بین المللی میبایستی موقعی که ایشون ایرانو ترک بکنه
اونجایی که بتونه ایشونو دستگیر بکنه و تحویل مقامات قضایی آلمان بده. اما من فکر میکنم نه ایشون، یعنی هم آقای علی ولایتی و هم آقای علی فلاحیان، نه با پاسپورت های معمولی و به نام خودشون از ایران خارج شدن، یعنی اگر که شدن با پاسپورت های دیپلماتیک و با نام های جعلی خارج شدن، و نه من باز حد میزنم که پلیس آلمان همچین علاقه ای داره که اینا رو یه جایی دستگیر بکنه و بیاره آلمان برای محاکمه، برای اینکه یک مشکل بسیار بزرگی با ایران پیدا خواهد کرد، با جمهوری اسلامی پیدا خواهد کرد و اینها نمیخواهند. همچنان که در اون زمان هم که ترور برلین به وجود اومد، اصولا سیاست دولت آلمان این چنین نبود که علاقه‌ای به دستگیری متهمان داشته باشه و آوردن نام ایران، اما متهمان به هر دلیلی دستگیر شدن و بعد در برابر دادگاه قرار داشتن. من یادمه که در اون موقع صحبتی رو که وجود داشت و حرفی رو که من از برخی از مامورین اطلاعاتی و یا اداره آگاهی میشنیدم این هستش که اونها دستور دارن متهمان دخالت در این قتل رو دستگیر بکنن، در برابر دادگاه قرار بدن، ولی نامی از جمهوری اسلامی و رهبران اون نیارن. اما روند دادگاه بنا به دلایل گوناگون که این دلایل گوناگون رو و این اتفاقات گوناگون رو این فیلم 70 دقیقه‌ای به خوبی نشون میده. به هر حال یکی از تا حالا میتونم بگم جامع ترین فیلمی است که در این رابطه با یکی از ترورها ساخته شده و به طور جامع و از زوایای گوناگون این مسئله رو توضیح میده و این بسیار خوب است. به هر حال علاقه رو دولت آلمان علاقه به این که نام رهبران جمهوری اسلامی بیاد و پاشون به این ماجرای ترور کشیده بشه نداشتن. اما مسائل مختلفی اتفاق افتاد و قدم به قدم تحقیقات جلو رفت و سرانجام آقای ابوالقاسم مصباحی که از کادرهای عالی رتبه وزارت اطلاعات و امنیت بوده و از پایه‌گذاران خود وزارت اطلاعات و امنیت ایران بوده و از افراد بسیار مورد اعتماد آیت الله خمینی و رفسنجانی بوده، این رو به دلیل اینکه میخواستن به قول خودش کامیونیش بکنن، یعنی از طریق حادثه سازی با کامیون، با اتومبیل، با ماشین بکشنش، ایشون از ایران فرار میکنه و کسی که به این اطلاع میده که تو رو میخوان کامیونی بکنن و از دوستان ایشون بوده آقای سعید امامی و یا معروف به اسلامی است که با ایشون دوست بوده و ایشون مطلع میشه به آقای ابوالقاسم مصباحی میگه و مصباحی هم بدون اینکه به کسی اطلاع بده، حتی به زن و بچهش اطلاع بده، از ایران فرار میکنه میره پاکستان و مدتی در پاکستان، یه چند ماهی در پاکستان سرگردان بوده تا اینکه به سفارت آلمان و فرانسه و جایی مختلف رجوع میکنه که بهش